میخوایم ببینیم در بیماری IBS موقع نفخ و درد در روده ها چه اتفاقی میفته. بیماری IBS بیماری بسیار دردناکیه که باعث اختلال در فعالیت‌های روزانه میشه که هنوز دلیلش هم به طور دقیق مشخص نشده. کنترل و درمان اون به نظر خیلی سخت میرسه. ولی بدونید که اولین قدم در درمان بیماری تشخیص درست توسط پزشک متخصص گوارشه. دانشمندان مطالعات زیادی درباره عواملی که باعث ایجاد علائم IBS میشه انجام دادن. مطالعات نشون میدن که نوع خاصی از کربوهیدرات‌ها که در بعضی از غذاها وجود دارن و فادمپس نامیده میشن، باعث تشدید علائم IBS میشن. اینا نمونه‌هایی از غذاهایی هستن که فادمپ بالا دارن. برای فهمیدن اینکه چطور غذاها به علائم IBS کمک میکنن، بیاین یه نگاهی به درون روده ها بندازیم. میدونیم که عمل شکستن و جذب مولکولی در سطح روده کوچیک انجام میشه. وقتی روی مولکول ها در سطح روده کوچیک زوم میکنیم، میبینیم ماشین های مولکولی در روده هستن که تجزیه کربوهیدرات ها رو تسریع میکنن. اغلب کربوهیدرات ها که توی این ویدیو به رنگ سبز هستن، شکسته میشن و از طریق سلول های سطحی روده کوچیک جذب میشن. در حالی که بعضی از این کربوهیدرات ها در افرادی که IBS دارن شکسته و جذب نمیشن. کربوهیدرات های زنجیره کوتاه قابل تخمیری که جذب نمیشن فادمپس نامیده میشن. حضور فادمپس باعث کشیده شدن آب به داخل روده کوچیک میشه. علتش هم اینه که روده کوچیک نتونسته فادمپس ها رو جذب کنه. فادمپس ها در دستگاه گوارش به سمت روده بزرگ حرکت میکنن. وقتی باکتری های موجود در روده بزرگ به فادمپس ها دسترسی پیدا میکنن، برای زنده موندن از اونها به عنوان غذا استفاده میکنن. باکتری ها به سرعت فادمپس ها رو تخمیر میکنن. عمل تخمیر گاز تولید میکنه. گاز اضافی تولید شده به همراه احتباس آب در روده ها باعث ایجاد نفخ، تورم و اتساع روده ها میشه. وقتی دیوارهای روده کشیده میشن، اعصاب بسیار زیادی که اطراف روده ها وجود دارن سیگنال هایی به مغز میفرستن. به علاوه کسایی که IBS دارن روده های بسیار حساسی دارن. این سیگنال ها در دردی که تجربه میکنید نقش بسیار مهمی دارن. کاهش دریافت غذاهای دارای فادمپ بالا باعث کاهش نفخ و کاهش علائم دیگه میشه. دانشگاه موناش اپلیکیشن مفیدی طراحی کرده که به عنوان یک ابزار برای شناخت این غذاها میتونه بهتون کمک کنه.